امام سجاد فرمود میدونی حق مادرت چیه؟ تا مادر تو به دنیا نیاری، تا مثل خودش 9 ماه این مادر رو در رحم خودت در شکم خودت تحملش نکنی و او رو به دنیا نیاری، هر کاری برای این مادر بکنی حق یه دردی که برای زایمانت کشیده رو نمیتونی ادا کنی. تمام این اصفهان رو بزن به نام مادرت. روزی 10 بار قرآن ختم کن، به اندازه 10 تا کوه احد طلا و نقره بین فقرا پخش کن، بگو ثوابش مال مادرم. خوبه؟ مادرت بخوابون توی گهواره، داشتیم تو روایت، پیر شده تو گهواره، لقمه بذار دهنش، شستشو هر کاری که بلدی، اینه یه بچه، اینه بچه. اینه یه نوزاد. خب حالا ما بگیم چی؟ بگیم مادر ما اگر 2 سال ما را شیر داد و پر و پامونو شست و تر و خشکمون کرد، ما الان 4 سال داریم اون رو تر و خشک میکنیم، پس 2 برابر مادری کردیم. روز قیامت خدا چنان بزنه تو دهن ما مادری کردیم. اگه 4 سال که 40 سال این مادر عین یه نوزاد چون مریض شده و پیر شده عین یه نوزاد تر و خشکش کنید، هنوز حق یه درد و آه و جیغی که برای زایمانتون کشیده رو پس ندادید. یه حرف دینه. وقت مادرتو یه مشهد میبری، توقع داری که مقامی که به سلمان دادن به تو بدن؟ بعضی خانم‌ها رو شنیدم مادرشون تو خونه مریضه، نیاز داره به یه پرستارم نداره، همین دختر رو باید دارش کنن، یا 3 روز ول میکنن میرن اعتکاف. این مادر تو این خونه بسوزه و بسازه. خانم اعتکافت مادرته، کجا میری؟ روزه میخوای بگیری؟ تو خونه مادرت بگیر. خونه مادرت از مسجد جامع محل شرفش بیشتره. کنار این مادر اعتکاف یعنی این. ما گاهی وقتا وظایفمون رو فراموش میکنیم. میگفت ترک واجب میکنی سنت به جا میآوری. میخوای امام زمان دوستت بداره؟ به مادرت برس، به پدرت برس. این دینه. چند سال مادراتون تو خونه پدرتون رحمت خدا رفته، حسرت یه مشهد به دلش مونده، هر سال با رفیقات با زن بچت شمال میری، مشهد میری، یه بارم این پیرزنه رو ببر. حالا زن بچت ناراحتن، مادر شوهر دنبالشه، طوری نی، اشکال نداره، با زن بچت برو. اینقدر این مادر میارزه یه صبح یه بلیت هواپیما بگیری، مگه گرون نیست؟ اشکال نداره. این پولا رو برای مادرت بده که بعد نری تو دادگاه پول به وکیل و به دادگاه بدی که مالتو خوردن پس بگیری. این مادر رو صبح ببر، شب برگردون. با مادرت برو تو حرم امام رضا، بگو امام رضا یه کسی رو آوردم که میدونم حرفش رو قبول میکنه، یه واسطه آوردم که میدونم خیلی براش احترام قائلی. بعدم به مادرت بگو مادر دعا کن، به این امام رضا دعا کن، بگو امام رضا جون جوادت آبرو بچه‌مو حفظ کن. اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من یه دعا حاجت دارم، دعا کن. پیغمبر اکرم فرمود پدر و مادرت زندن؟ گفت نه آقا مردن. فرمود
میخوای زود حاجتت روا بشه؟ بله آقا برای همین پیش شما اومدم. فرمود نه نه نه، من یه جا بهتر از خودم سراغ. آقا کی بهتر از رسول الله؟ فرمود بالا سر قبر مادرت، بالا سر قبر مادرت دعا کن، مادرت تو قبر آمین میگه، زودتر از من رسول الله مستجاب میشه. بابا قدرت مادر و پدر از پیغمبر بالاتره. چرا اینقدر بدیم؟ چقدر بدی میکنیم؟ دل مادرتو میسوزونی، آبروشو میبری، با بابات قهر میکنی، دعوا میکنی، بعد میخوای زندگیت هم گل کنه. حتما باید بمیره تا بریز کنار. حتما باید بمیره، حتما باید از دستش بدی، بری کنار قبر بابات بشینی بگی بابا ای کاش بودی، روزی 10 بار کتکم میزدی اما بودی، ای کاش مادر بودی. دلم تنگ شده یه بار بگی مادر صدا تو بشنوم. چرا تا نعمت دستمونه قدر نمیدونیم؟ چرا یه کاری نمی کنید دعاتون کنن، نظر مادرتون کنید، نظر پدرتون کنید؟ و بعضی از جوان ها هرچی دهنشون در میاد به مادرشون میگن، هرچی دلشون بخواد با پدر و مادرشون برخورد میکنن. بعد میخواین آب ندوه نون ندوه دنبالش ندوه، میخوای خیر ببینی؟ این نیست دین ما، این اسلام نیست که ما عمل میکنیم. برسید به پدراتون، برسید به مادراتون.